در جامعه امروزی حرمت و وجه اجتماعی یک چیز بسیار مهم است. مستقیم تأثیر داره بالای کار و موفقیت و روابط ما. بعضی وقتها آدم وارد یک مجلس میشه ولی هیچ کس متوجهش نمیشه، گویا اصلا حضوری نداره، مثل یک سایه. اما بعضی های دیگه تا قدم میگذارن داخل همه حواسها به طرفشان جمع میشه بدون اینکه حتی یک کلمه بگن. آیا اینا آدمای خاص یا عجیب هستن؟ نه لباسشان خاص است، نه صدایشان. تنها یک مهارت بسیار ساده دارند که زندگیشان را تغییر داده: مهارت سکوت و ایستادن. سکوت و حضور راز تأثیر بی کلام. جامعه همیشه به کسی احترام میگذاره که در نگاه اول قوی به نظر میرسه، نه کسی که خودش را با حرف زدن زیاد توجیه کند. وقتی که زیاد صحبت میکنی، مخصوصا با عجله و بدون اعتماد به نفس، مردم تو را در ذهن خود ضعیف میسازن. حتی اگر حرفهایت درست باشه تأثیرش کم میشه. اما سکوت وقتی درست استفاده بشه خودش یک ابزار قدرت است. کسی که سکوت میکنه فضا در کنترل خود میگیره و کسی که فضا را در دست داره نظر دیگران را هم در دست داره. مکث کن، تأثیر بگذار. بزرگان تاریخ مثل چرچیل و سانتزا قدرت سکوت را بهتر از هر کس درک کرده بودند. چرچیل میگفت سکوت گاهی بلندترین فریاد است. مکث و سکوت در گفتگو یک پیام خاموش اما پرمفهوم میرسانند. تو وقتی بعد از یک جمله مکث میکنی ذهن طرف مقابل درگیر میشه. به جایی که فقط گوش بده شروع میکنه فکر کردن که چرا مکث کردی، چی میخوایی بگی، و این باعث این میشه که حرفایت 2 برابر تأثیر بیشتر و زیادتر داشته باشه. ذهن دیگران را رهبری کن، دنباله‌رو نباش. آدمایی با اعتماد به نفس سری جواب نمیدن. وقتی کسی ازشان سوال میکنه سکوت میکنن، مستقیم به چشمایش نگاه میکنن و بعد با آرامش جواب میدن. این کار نه تنها حس قوی بودن میده بلکه کنترل روانی مجلس را هم به دستشان میاره. مردم زمانی از تو پیروی میکنن که حس کنن تو قوی هستی. این قوت در حرکات آرام، در مکث بین جمله ها، در خونسردی هنگام فشارها خود را نشان میده، نه در هیاهو و حرفهای زیاد. انتظار ایجاد کن، جذاب شو. آدمایی با نفوذ بلدن که چطور دیگران منتظر بگذارن، نه از روی غرور بلکه از روح آگاهی. وقتی تو حرف نمیزنی طرف مقابل در ذهنش سناریو میسازه و این باعث میشه تو را مهمتر از چیزی که هستی ببینه. کسی که در برابر تو قصد فریب یا فشار داره، وقتی ببینی که تو سکوت کردی و هیچ عکس‌العمل فوری ندادی، خودش به شک میافته که شاید تو همه چیز رو فهمیدی و آمدی. اینجاست که بازی بر میگرده به نفع تو و تحت کنترل تو. جنبندی: راه قوی بودن از درون شروع میشه. اگر بخوای در زندگی و در اجتماع دیده شی، حتما لازم نیست پر سر و صدا باشی. گاهی فقط باید ایستاده باشی، ساکت باشی، ولی ذهن همه را به خود مشغول ساخته باشی. احترام را به صدای بلند نمیگیری، با حالت و حضور خاموش اما قاطعانه خود به دست میاری. پس از امروز به جای تلاش برای گفتن، تلاش کن برای خوب ایستادن و خوب سکوت کردن. اگه ویدیو براتون مفید بود حتما به دوستان خود اشتراک بذار، کانال سابسکرایب و لایک هم فراموش نشه.